چطوری خونه ایدئال خودمون رو در آلمان پیدا بکنیم؟ سلام، من احمد چهب هستم، مشاور و کارشناس املاک و مستغلات در آلمان و این اولین ویدیو از مجموعه ویدیوهای آموزشی خرید و فروش مسکن در آلمان هستش. برای پیدا کردن خونه در آلمان دو تا روش وجود داره. یکی این که ما به صورت اینترنتی و در پلتفرم‌های اینترنتی مثل ایموسکاوت، ایموولت، ایمونت و دیگر پلتفرم‌ها دنبال خونه باشیم و خونه پیدا کنیم. روش دوم و روش سنتی که توی ایران هم خیلی رایجه اینه که ما به دفاتر مشاور املاکی مراجعه کنیم و ازشون درخواست کنیم برامون خونه پیدا کنن. مزیت روش اینترنتی اینه که ما بدون پرداخت هزینه زمانی طولانی مدتی میتونیم خونه پیدا کنیم. یعنی ما سر کار توی ساعت استراحت و یا توی خونه روی مبل خیلی راحت میتونیم موبایلمون رو در بیاریم و دنبال خونه باشیم. نکته منفی این موضوع اینه که اکثر آدما با توجه به شرایط کاریشون همین روش انتخاب میکنن و از این طریق رقبای ما برای به دست آوردن اون خونه خیلی زیادن. روش دوم اینجوریه که ما به دفاتر مشاور املاکی مراجعه میکنیم. اونا با توجه به شرایط کاری و زندگی ما خونه برامون پیدا میکنن، با ما وقت میذارن، خونه رو نشونمون میدن که از این طریق شانس به دست آوردن اون خونه برامون زیادتره. ولی خب نکته منفیش اینه که زمان بره و ما باید وقت بذاریم، از ساعت کاریمون ممکنه باید بزنیم و یا اینکه از تایممون با خانواده بزنیم و دنبال خونه بگردیم. یه نکته خیلی مهم که توی این ویدیو میخوام بهتون بگم، یه در واقع راز مشاور املاکیه و اون هم اینه که تقریباً 70% خونه هایی که به مشاور املاکی ها مراجعه داده میشه به مشتری های خود همون مشاور املاکی ها فروخته میشه. یعنی 30% از خونه هایی که توی مشاور املاکی ها هست میان توی اینترنت و از این طریق شما فقط دسترسی به اون 30% خونه ها دارین. ولی وقتی پیش یه مشاور املاکی ثبت نام کنین و ازش درخواست کنین که براتون خونه پیدا بکنه، 100% خونه هایی که به اون مشاور املاکی مراجعه میشه به شما ارائه داده میشه و از این طریق شانستون خیلی خیلی بیشتره. این نکته خیلی مهم بود، میخواستم بهش اشاره کنم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده بکنین و به دوستاتون هم نشون بدین.